سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیوی جدید. ویدیوی امشب موزیک جدید آرش و مسیح و آرش هستش که اسمش گندمه. عرضم به حضور شما که این قسمت دوم برنامه ریاکت شو هستش که دارید ما رو از داخل اپلیکیشن یوتیوب ما رو دارین تماشا میکنید که امیدوارم از این قسمت از این برنامه لذت ببرید. بریم که داشته باشیم گندم مسیح و آرش. از ریشه چیدی هرچی کاشتم، گرفتی از من هرچی داشتم، دردی که بعد تو بزرگ شد. ببینید تا اینجای ترک یه ترک کاملا متفاوت بوده به نظرم که اولش یه شروع خیلی قشنگ داشت، این که مثلا یه شروع ضربتی داشت. به نظر من این بیت ضربتی که اولش گذاشته بود این واقعا قشنگ بود و واقعا منی که نزدیک 7-8 ساله که تخصصی دارم موزیک گوش میدم، این منظور من اینه که واقعا به نظرم قشنگ بود این اولش که شروع شد. و اینکه میگه که هرچی کاشته بودم و کندی مربوط به اسم موزیک که گندم هستش هم قطعا مربوطه و یه چیز قشنگیه به نظرم. بریم که ادامهش رو داشته باشیم. فقط من یه لحظه اینو بیارم این برتر. خب من اسمشو گندم گذاشتم، یه ذره بریم عقب‌تر. که بیدونه نمیشه، پرنده بیلوی هرچی کاشتم، گرفتی از من هرچی داشتم، دردی که بعد تو بزرگ شد. من اسمشو گندم گذاشتم. میگی تو از من گرفتی، بعد من یه دردی بهم وارد شد، یه دردی داشتم اون لحظه، اون مدت که اسم اون درد رو من گندم گذاشتم که خیلی قشنگه به نظرم تا اینجا. یعنی داستان سرایی کردن داخل متن شعرشون. بریم دا ادامهش رو داشته باشیم. Bluetooth has been disconnected. خب بلوتوث ما دیسکانکت شد. دوستان عزیز یه چند ثانیه صبر کنین تا من حالا این وصله حرفای با شما بزنم. Bluetooth has been connected. خب وصل شد. پرنده بیلو من اسمشو گندم گذاشتم، گندم که بیدونه نمیشه، پرنده بیلونه نمیشه، وقتی که قلبش جلد میشه هیچ جا براش خونه نمیشه. من این درد از هر طرف خوندمش درد شد، به کوچه گفتم درخت. میدونید به چی اشاره کرد الان؟ یه سری کلمات هستن از هر طرف بخونی همونن. دقیقا گرگ و گرگ، مثلا گرگ از هر طرف بخونی گرگه، مثلا درد و از هر طرف بخونی درده. دقیقا این به این اشاره شد و واقعا هم اشاره قشنگی کردن. تا اینجای ترک من راضی بودم. همه سرد شد، من باز کردم دل آسمون باری، انگار یه دنیا بدهکاری. این درد از هر طرف خوندمش سرد شد، به کوچه گفتم درختاش همه زرد شد. من باز کردم دل آسمون باری، انگار یه دنیا بدهکاری. چه گفتم درختاش همه زرد باری، انگار یه دنیا بدهکاری. من این درد از هر طرف خوندمش. من اینو از اول یه ذره زدم عقب‌تر که این قسمت آلبوم خودم خوش آمده.
باز همون بیته که اول ترک گفتم دقیقا. میبینی اون غمی که پیره زد تو خونمه، صدای ضربه های ریز استخونمه، برای این غمای کون من جوونم حیف، اینی که داره میره ساده آره جونمه، این روز خنده ها من خنده داره سرده، تموم فصل من خزون و برگ و زرده، این است و بار قلب و تیکه پاره میکنه، دلم تو کوچه مثل قلب دور گرده. من این درد و از حد در خوندمش درد شد، به کوچه گفتم درختاش همه زرد شد، من باز کردم دل آسمون باری، انگار یه دنیا به دنیا بده کاری. این درد و از هر طرف خوندمش درد شد، به کوچه گفتم درختاش همه زرد شد، من باز کردم دل آسمون باری، انگار یه دنیا به دنیا بده کاری. من این درد و از هر طرف خوندمش درد شد، به کوچه گفتم درختاش همه زرد شد، من باز کردم دل آسمون باری، انگار یه دنیا به دنیا بده کاری. و پایان. دوستان عالی بود به نظر بنده که این موزیک عالی بود، فقط یه مشکل که داشت روی ریتم خاصی نبود، یعنی روی ریتم خاصی بود اما تا ریتمش تکراری بود یکم، یعنی منظورم اینه میتونست مثلا یه 4-5 بیت اضافه کنه و ترک رو یکم بیشترش کنه تایمشو، ولی یه 4-5 بیت که اضافه میکرد قطعا یه چیز جذاب‌تر میشد. الان هم خیلی جذابه ولی اون موقع دیگه اولترا جذاب میشد. عرضم به خدمتتون که واقعا ترک قشنگی بود تو این مارکتی که تو این فضا و حوزه‌ای که خیلی ها هنر ندارن، همون حرفی که دیشب هم زدم، خدا رو شکر تا اینجای کار مسیح و آرش واقعا قوی کار کردن و عرضم به خدمتتون که این آهنگ به پلیلیست‌های خود من شخصا اضافه شد و همین دیگه دوستان عزیز. واقعا به نظرم قشنگ بود و واقعا به نظرم ستودنی بود کار زیباشون که البته تخصصی هم توش کار شده بود از نظر نوشتن شعر. مثلا میگفت لونه و خونه، مثلا میگفت دونه و لونه، یعنی اینجوری مثلا بازی با کلمات توی شعر زیاد بود. عرضم به خدمتتون که کلن تخصصی کار شده بود روی شعر، معلوم بود که قشنگ زحمت کشیده شده و الکی مثلا همینجوری الکی یه سری ننوشتن بره. واقعا مطمئنم برای این کار زحمت کشیده شده و من از نمره 5 بهش 4.8 میدم. اون 2 هم برای همون داستانی که گفتم 5 بیت اضافه میکردن اون ترک ذره طولانی میشد و قشنگتر میشد. 2 برای اونه. 4.8 نمره این کار از نظر بنده. البته شاید شما بخواید 5 از 5 بدین، شاید یکی بخواد 3 از 5 بده. در کل نظراتتون و نمره‌ای که به این موزیک میدین و این زیر کامنت کنید برای ما حتما کامنتتون رو میخونیم و علاوه بر اون اگر به این برنامه انتقادی دارید ما حتما انتقاد شما رو گوش میدیم و انجام میدیم روی موضوع و کوالیتی برنامه‌مون. عاشقتونم، خیلی ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی و ریاکشن‌های بعدی، فعلا پیس.